اگه یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی که با عسل داشتم بهتون گفتم قراره برم یه مدیتیشنی و یک مدیسنت خیلی خاصی رو اونجا بخورم و مدیتیشن انجام بشه و اون ماده خاص و خیلی کمیاب که منم مدت ها بود توی نوبت بودم، شاید ماها توی نوبت بودم، به نام آیواسکا. ماده بسیار کمیاب و جالب و پر از فلسفه 7000 ساله که از ریشه یک درخت به خصوصی در آمازون به دست میاد این ماده و ترکیب میشه با چند تا چیز دیگه و اون نوشیدنی یکم بدمزه رو بیخوری و یه سری اتفاقات. حالا من از این سفرم براتون یه ویدیویی ساختم تا اونجا که میشد تو ویدیو تونستم بگیرم، تا اونجا که اجازه داشتم بگیرم. تا خیلی جاشو اصلا من اجازه نداشتم که ویدیو بگیرم. یه تیکه از اون درخت رو هم حتی تونستم تهیه کنم از اونجا و برده بودن نمونهشو که به صورت گردن بند بود، اونجا تونستم تهیه کنم. حالا با هم بریم این سفر رو ببینیم. بعد سفر برمیگردیم و یه توضیحاتی در مورد نتیجه این کار و اینکه چه اتفاقی افتاد و برای من چه اتفاقی افتاد رو در جریان میذارمتون. بریم ببینیم چه خبر. حالا من سفرمو تازه شروع کردم، دارم میرم، بعد میرم فرودگاه، بعد فرودگاه بعد از اونجا دوباره میان دنبالم، بعد برم یه منطقه خیلی دور. توی مسیر حالا باهاتون هستم، امیدوارم که بتونم اونجا فیلم بگیرم، چون در واقع گرفتن فیلم یه مقداری اونجا قدغن هستن از اون مراسم و اتفاقاتی که بخواد بیفته و اینها، ولی من سعیام میکنم تا اونجا که تونستم براتون ویدیو بگیرم از مراحلی که اتفاق افتاد و اینها. و بعدش که مراسم تموم شد، یعنی اون برنامه تموم شد و اومدیم، هم سعی میکنم که بیام توضیحاتش رو بهتون بدم، چون برای خیلی از بچه‌ها سوال بود که این آیواسکا یا حالا آیواسکا این ماده چیه، جریانش چیه، جریان بومیان آمازون چی بوده این استفاده میکردن و چقدر قیمت داره، برای چیه، چه نوع مواد دراگی و مخدری توش هستش، با چه چیزایی ترکیب میشه. تا اونجایی که من اطلاعات به دست بیارم همه رو بهتون میگم و پیشم پیشنهاد نمیکنم که استفاده کنم، چون خودم ترای نکردم اولین باره. نمیدونم چرا انقدر هواپیمای سر صدا داره. آره من رو موتورم انگار، کلا جا نبود، مثلا که منو دادن اینجا رو موتور. ولی یه 2 ساعت طولی باید اینجا تحمل کنم، چون هواپیماش خیلی سر صدا داره. نم رو بالم، ولی خیلی منظره زیبایی داره بچه‌ها، واقعا جدی میگم. حالا اندیکاش ببینید یا نه. هواپیما سوار شدن تو استرالیا از بعضی شهرها که رد میشه واقعا قشنگ و سپوست، ولی بعضی شهرها نه. خب از گولد کوست که میان چون شهر ساحلیه، کلا از لب ساحل پرواز میکنم تقریبا و خیلی زیباست. این دوست عزیزمون از فرودگاه اومدن دنبالمون، یه آقای استرالیایی هستن، خیلی پسر خوب و باحالیه، یه ماشین خیلی باحاله، حالت آفرودی هم داره. بعد من اصلا نمیشناختمش، نمیدونستم کی هست. بعد دیگه داره یه مسیر 2 ساعت تا 3 ساعت هم داریم با هم دیگه میریم، بعد تا ببینیم حالا
توی جاده های ایالت ویکتوریا تو استرالیا. بعد تا برسیم به اون حالت یه جایی هستش، یه حالت معبد، یه جایی که مراسم و سریمونی که 2 شبه بخواد اتفاق بیفته رو اونجا قراره برگزار کنیم. سعی میکنم که تا اونجا که اجازه دارم ویدیو بگیرم و رکورد کنم براتون نشون بدم چیه، چون اتفاق شایعی نیست، یعنی چیز خیلی زیادی نیست که همه جای دنیا اتفاق بیفته و خیلی کمیابه و حتما باید رابط داشته باشی که بخوای همچین جاهایی رو بری تقریبا. به خاطر همین خودم خیلی برام جالب بود بریم ببینیم چطوریه. اصلا نمیدونم چه اتفاقات دقیق باید اونجا میافته و اصلا نمیدونم چقدر میتونم ویدیو رکورد کنم. در صورت فعلا تو رایم بریم ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها، بعد از یک درایو 1-2 ساعته، 2 ساعته تقریبا میشه که ما رسیدیم به محل مورد نظر. خیلی جای جالب و قشنگیه، توی یک سالن خیلی خوشگل و باحال، همه تو سالنن. داریم همه مستقر میشیم. اینجا دارن با مریم گلی و یه پاکسازی میکنن که همه تقریبا برن داخل. تقریبا ساعت 6-7 بعد از ظهر، تقریبا مثل 8 نزدیک میشیم. ساعت 8 ساعتیه که الان هوا داره تاریک میشه، همه دارن آماده میشن. هممون رفتیم دوش گرفتیم، بعد هممون با مریم گلی و اینا دود دادم به مکنژه منفوم بود. حتی لباسایی که من تو فرودگاه داشتم باید عوض میشد. بعد 2 نفر اصلی اگه ببینید اون تن نشستن دارن آماده میکنن خودشونو. بعد مراسم داره. من پرسیدم مراسم داره، هر کسی که میخواد ماده رو بنوشه دعوتش میکنن میاد مراسم. تو من نمیتونم از مراسم فیلم بگیرم براتون، ولی مراسم داره. دونه نامی مراسم اجرا میشه، رو بهش میگن سریمونی. مراسم اجرا میشه دونه دونه و بعد تا اینجوری که میتونم اینه. بعد دیگه ما اون ماده رو میخوریم و یه 7-10 ساعتی با موزیک زنده‌ای که برامون اجرا میکنن میریم به خودمون. این دوستمون، اون کسی که از فرودگاه آورد، بنده خدا نگفتش یکی از اصلیای همین جاست و اصلا خیلی جالب بود. ترینینگمون داره انجام میده، کارمون رو میکنه. رفتیم دوش گرفتیم، حمام داره، دستشویی داره، وسط جنگل. ما خیلی باحاله. هممون یه مدیتیشن کردیم و روم شد. بعد دیگه داریم آماده میشیم بریم نبیه هرسن.
خب شب اول گذشت و اما چه اتفاقی افتاد؟ یعنی میشه گفت چه اتفاقاتی افتاد. ببینید برام خیلی عجیب بود، خیلی شب عجیبی بود. یعنی اصلا انتظارم چیز دیگه ای بود. انتظار فکر میکردم که الان همه به خانه هاییشن، مثلا یکی پلان کنه، اصلا اینطوری نبود. اولا که خیلی باحال مراسم سریمونی یا حالا مراسم اجرایی اون برنامه، یعنی همه دراز کشیده بودن و بغل هر کسی که سطل بود دستمال بود، اگه کسی میخواست بالا بیاره، چون اصلا مثل این که اصولا باید بالا بیاری که اون انرژی های اون سموم بدن رو از بین بره. حالا من بالا نیاوردم، حالت تهوع رو داشتم ولی خب بالا نیاوردم، خیلی هم نیاوردم، کلا هم 14-15-16 نفر بیشتر نبودیم. بعد دونه دونه صدا میکردن، اشاره میکردن که بریم اونجا و برای اون میریخت و یا حالت میگرفتیم دستمون و بعد مینوشیدیم و یه تشکری میکردیم و میرفتیم سر جام بدون هیچ حرفی حدیثی. به محض اینکه میخوردی خب مزه خوبی هم نداره، مزه خیلی بدی هم نداره، مزه خوبی هم نداره. میدونم بچه ها یه کسی پاره کردن. رفتیم و کسی که استفاده کردن میدونن. رفتیم و بعد دیگه دراز کشیدیم و هی حس حالت تهوع می اومد، ولی خب به اونجا که بخواید بالا بیاری نرسیم. من که نرسیم به خاطر اینکه اصلا ساعت 12 که بعد از ظهر تقریبا 12 که ما دیگه اصلا چیزی نخورده بودیم. بعد این اتفاق ساعت 10 شب افتاد، شروع شد 7-8 ساعتی تقریبا. ما 7-8 ساعتی ما تقریبا اصلا گرسنه فست بودیم، رات روزه بودیم. اونم از چند روز قبلش اصلا نه گوشتی بخوریم نه هیچی، گوشت قرمز که هیچی، یه سری ادویه‌جات کلا قطع، یعنی از قبلش یه پاکسازی کرده بودیم. در صورت انجام شد و خیلی شدید خوابم گرفت و خیلی ها اینطوری بودن، خوابشون میگه خوابت که بعد اومدن بیدارمون کردن که ریکامند میکنیم، یعنی پیشنهاد میکنیم یه بار دیگه، یعنی دفعه سری دوم رو بزن. دوباره رفتم اونجا و همون مراسم بود و دونه برام ریخت و بعد بار دوم رم خوردم و بازم همونطور خیلی خواب، ولی خواب عمیق و عجیبی. ببینید شب خیلی طولانی گذشت، انگار 3 شبانه روز شباشو چسبونده بودیم به همدیگه و تا این شب صبح شد. خیلی جالب بود برای من. هر وقت از خواب بلند می‌شدم و هوا هنوز تاریک بود، حساتی که یعنی اتفاقاتی که داره تو بدن میفته رو داشت انجام میداد تو روح و بدن. چون آیواسکا معروفه به The Soul Wine، یعنی شراب روح، حالا برعکسش هم میگن، اسم زیاد داره، که این تازه شروع میکنه به کار کردن. یعنی الان من تو طبیعت خالصم، سعی میکنم حتی نویز صدا رو بگیرم، دارم تو میکروفون صحبت میکنم، ولی اگر دور اطراف من رو ببینید بذار برگردونم، من تو طبیعت خالصم، وسط جنگلیم، یعنی ناکجا آباده، اصلا هیچ تکنولوژی هیچ چیزی وجود نداره. بعد خوابای عجیب و قشنگی دیدم، یعنی قشنگ نبود، جالب بود، با یه فضا و یه تم دیگه خواب دیدم. انگار خیلی خوابام شسته رفته تر بود، حال دیگه ای دارم، یعنی بدنم رو داره کانکت میکنه، مغزم رو داره کانکت میکنه به طبیعت. اتفاقی که داره میفته و این توش ادامه داره، یعنی الان دیگه کم کم ما توی این پروسه هستیم تا فردا بعد از ظهر و توی این مدت پاکسازی اولیه انجام شد، تازه قرار اتفاق بیفته و اون کانکشن ها برقرار بشه. حالا این اتفاقی که تا الان افتاده براتون گفتم تا ببینیم بعدش چه اتفاقاتی میفته. صبحم که بلند شدیم
از خواب بلند شدیم. صبحانه خوبی هم بود و صبحانه ارگانیک با چای ارگانیک، همونطور که قبلا گفته بودم. بعد پرتقال زدن توش داشت، بعد با 2 مدل میوه سیب و پرتقال بود و تخم مرغ و اسفناج و گوجه پرنگی و یه سری نون که توش دانه‌های طعم چیز ارگانیک بود. خیلی جالب بود که شب 3 نفر 4 نفر مدام برنامه داشتن اجرا میکردن. یعنی ما خواب بودیم یه جا که سکوت مطلق بود. ما یه تیکش خیلی اذیت شدم که سکوت مطلق بود، چون کلا با سکوت مطلق من خیلی اذیت میشم. ولی کم کم عادت کردم. یعنی یه جورایی ما رو بردن توی یه آرامش خیلی باحالی. بعدش خوندن، بعد یکی با گیتار شروع کرد به زدن، گفتن چشاتو رو باز کنیم و کنی رایز. قشنگ خوند. همون پسری که من آورد اینجا با گیتار میزد. بعد یادم نمیاد من بیدار کردن ما رو، بلند شدیم چیکار کنیم. یه سانس دیگه بهمون بدن یا نمیدونم چی شد. برای چی بلند شدیم یکی 2 بار بیدارمون کردن، جامون رو عوض کنیم، جا به جا بشیم. برحال این شب اول تا ببینیم حالا چه اتفاقی میفته شبای دیگه. بچه ها قبل از ناپار بریم میریم یه پیاده روی همه با هم دیگه درست رو خیلی بزرگ باقیه هم یه سواکی بکنیم، هم که این درست رو هم از ببینیم. من ندیدمش، باید جالب باشه. یه سری بچه ها پشتم بودن، یه سری بچه ها هم جلو هن دارم میریم داریم برسیم به اون درنخت. اینجور که من متوجه شدم امشب کم متفاوته و این طبیعی بوده که بعد از مصرف در اون آیواسکا در واقع من خوابیدم و خیلی هم خواب جانبی بود. بریم ببینیم ادامه برنامه کجا میرسه. داریم نزدیک اون درخت میشه. من مثل که درخت جالبیه که نظریم شاید مقدس است. بریم تو ادامه. بچه ها بینید امروز روز دوم تمام شد و ما دیشب مدیسنت رو دوباره استفاده کردیم، آیواسکا رو، و تجربه دیگه ای بود. ترجیح میدم که الان در مورد صحبت نکنم چون من یه سوال خاصی هستن و یه مدتی بگذره، حداقل چند ساعتی، 1-2 روز بگذره که در موردش بشنم راحت تفسیر کنم و باهاتون حرف بزنم، چون هنوز توی اون سوال هست. یه تجربه متفاوتی بود، اصلا یه جریانات دیگه اون جریان به این راحتی، یعنی به سادگی اون چیزی که تصور میکنید نیست. خیلی پیشینه داره، خیلی پره. امیدوارم که بتونم تا حدودی براتون جا بندازم، بازش کنم که اصلا این آیواسکا، این درخت جالبه که تیکه درختش هم اینجا بودی بینشم، حتی من یه تیکه از درختش هم خریدم. خیلی جالبه. ببینید داخل درختو چقدر باحال شاخش، یعنی مغز درختش این شکلیه و تحت اون مادر از ریشه این درخت پیدا بکنن. در صورت جالب بود. حالا هم برگردم، من فرودگاهم دارم برمیگردم شهر خودم تا برگردم یکم رفرش کنم، یه ذره قیافم برسم. 2-3 روز خودم تو آینه ندیدم، اصلا نمیدونم چه خبر، وسط جنگل و بیابین بگویم. حالا تا بعد ببینم که چیکار میتونم براتون کنم، چطوری میتونم براتون تفسیرش کنم
این جریان رو، چون خیلی از من سوال کرده و خیلی از من خواسته بودن که این تجربه رو بگم براشون تو چی و چون تنها من نبودم و تجربه اونجا هم متفاوت بود. ما آخر سر نشستیم همه تجربیات رو با هم دیگه در میون گذاشتیم که هر کس چه تجربه متفاوتی داشت. مثلا مال من کاملا متفاوت بود، با هیچ کدوم از یکی‌ها نمیخوند. مال یک سری دیگه همینطوری. سعی می‌کنم در اولین فرصت ویدیو شما بده کنم براتون بذارم. I was hope. Give it out. خب من برگشتم و سفر رو دیدید. یه توضیح کوتاهی میتونم بدم فقط در موردش که آیواسکا با اتفاقاتی که من افتاد برام و دیدم و مراسماتی که براش اتفاق افتاد، یه در واقع یه چیزیه مثل فیلم آواتار. اگه دیده باشید که دیدید همتون، فیلم آواتار یه درختی بود، یه ریشه‌ای داشت، مقدس بود و اینطور اینا. اینم برگرفته از اونه. البته فکر کنم آواتار برگرفته از اینه، چون این 7000 سال خدمت داره. یه جوری توی این مایه هاست و یه جوری ارتباط میگرفتن باش. رو هر کس یه مدلی بود. یه سریا بالا می آوردن. من شب اول احساس بالا آوردن داشتم، ولی جلو خودم میگرفتم نگو دارم اشتباه میکنم، منم باید بالا می آوردم، چون همه یه سطلی داشتن بغلشون اصلا مخصوص بالا آوردن. حتی خودشون که استفاده میکردن عموما اونا هم همشون بالا می آوردن. دیگه شب دوم منم این کارو کردم، چون به محض اینکه میخوری بعد از دقیقاً 10 ثانیه 5 ثانیه شما حالت تهوع داری، ولی میگن تو بدنت هست، یعنی میمونه، یعنی داره رود کار میکنه. من دنبال یه اتفاق خیلی خاص بودم، چون میدونین که این DMT داره و در واقع یه نوع مواد مخدره که داره کار میکنه رو شما. سوای این موضوع یک ارتباطی با روح شما برقرار میکنه، یک کاری انجام میده که روند زندگیت رو انگار کانکتت میکنه به طبیعت. به قول معروف میگن آیواسکا صدات میکنه، وقتشه که باید بری. من وقتی رفتم اونجا، خیلی از آدم ها رو که اونجا بودن میگفتن تو چند وقت مثلا ثبت نام کردی که نوبتت شد؟ گفتم مثلا 8 ماه 9 ماه. اینا گفتم من 2-3 سال کسایی رو دارم که تو نوبتن نتونستم، پس تو رو زودتر خواسته. یعنی اون شخصی که تماس گرفت با من مصاحبه کرد، ازم پرسید دلیلت اومده، دلیل چیه برای اومدن و استفاده از این مدیسن یا دارو یا هر چیزی دیگه. وقتی دلایلمو گفتم چی میخوام، چیم الان سطح فکرم تو این افکارم، اینا گفت خب پس تو میتونی تو اولین سری باشی، که منو تو اولین سری گذاشتن. اولین سری بعد از جایی که جا بود خالی بود که من برم. در هر صورت اتفاق افتاد برای من و باز هم شرکت میکنم و ادامهش میدم، به خاطر اینکه اولا اصلا موادی نبود که بخواد کسی حالش بد بشه، نمیدونم چت بشه، اصلا به این شکل نیستش. تو در یک دنیای دیگه انگار داری سیر میکنی، ولی در واقعیت یعنی ارتباطت میده، وصلت میکنه به یک دنیای خیلی جالب و یه حس جدیدی داری و این رود کار میکنه و در طول زمان رود کار میکنه. تاثیرات خیلی خوبی رو من داشته، یه جوری پاکسازی کرده، داره میکنه، داره کارش انجام میده. حتی بعد از اون جریان هم دوستان پیگیری میکنن از من، میپرسن همون کسایی که اونجا بودن که در چه حالی، حالت چطوره، یا رژیم غذایی بعدش باید رعایت بشه و خیلی مسائل دیگه. در کل روی هر کسی یه جواب خاصی میده، ولی در کل چیزی نیست که برای کسی بد باشه. من همینجا هم دارم میگم پیشنهاد نمیکنم اصلا، ولی من تجربه خیلی خوبی داشتم و تمام کسایی که این اتفاق براشون افتاده و موفق شدن که انجامش بدن این مراسم رو و این ماده رو بتونن استفاده کنن، بلا استثناء همشون هپی بودن و همشون خیلی راضی بودن از این جریان. آوازش جدیدن داره میاد بیرون تو سراسر دنیا، تو اروپا، تو امریکا و جای دیگه. چندین چیز مختلف داره که بهترینش همون ریشه یه درخت توی آمازونه. حتی تو استرالیا، تو شمال استرالیا هم این درخت هست، ولی خب باز هم این چیزی که من مصرف کردم از ریشه درخت توی آمازون بود. در هر صورت تجربه خیلی جالبی بود، تجربه خوبی بود، یک حس جالب برقرار کردم. خیلی جالب بود. وسط زمانی که من استفادهش کردم اومدم بیرون از اونجا، یعنی از اون سالن اومدم بیرون، رفتم خب وسط یک جایی بودیم با دشت و جنگل بود دیگه، هیچ نوری نبود. کهکشان ها رو، راه شیری رو وقتی میدیدم انگار دارم توشون سیر میکنم، انگار دارم باشون ارتباط برقرار میکنم. ولی مثل
متای دیگه مثلا ماریجوانا نبود. ماریجوانا رو من استفاده کردم چند باری، یعنی هر وقت مدیتیشن هم استفاده میکنم، تو همیشه استفاده کنم. توی اون یه حسایی داری، انگار چتی داری با یکی حرف میزنه، انگار اصلا یه مدل خاصه، ولی نه، این اصلا خیلی طبیعیه. این اصلا تو زندگی عادی، حالت عادی هستی، اصلا هیچ چیزی نداشت که بخوای بگی توهم زدی یا حال بدی داشتی، یعنی اصلا به این شکل نبود. یه احساس قدرت خاصی داری، یک میفهمی ارتباطی انگار برقرار شده، انگار کانکت میشی. به خاطر همین بود که اون مراسم هایی که میدیدم اول برام سوال بود، خب این خانم مادر بدم بخورم بگم برو بس خود دیگه. نه، اینطوری نبود. مراسم داشت، کلی آهنگ داشت، میمدن فوت میکردن، انرژی میگرفتن، میدادن. اولش هنوز برام غریب بود، جا نمیافتاد، تا اینکه دیدم که نه، من و 3 نفر دیگه کسایی بودیم که اولین روزمون بود اونجا بودیم، ولی کسایی دیگه که اونجا بودن بارها و بارها این کارو کرده بودن و همشون اون مراسمو داشتن انجام میدادن. خیلی جالب بود، خیلی تاثیرگذار بود. امیدوارم کسایی که اگه میخوان این کار انجام بدن قبلش اطلاعاتشون رو زیاد کنن، اطلاعاتشون رو بدونن، در مورد درخت آیواسکا خوب بدونن، در مورد فلسفه‌اش خوب بدونن. من در موردش خیلی مطالعه کردم، در موردش میدونم و تا زمانی که اتفاق نیفته براتون نمیتونید باهاش ارتباط برقرار کنید و برای هر کس متفاوته. توی ویدیو هم قسمتی ازش بود براتون گذاشتم، توی شیشه‌ای بود روی میز که رنگ کافی بود، اون بود که گذاشته بودن اونجا. خیلی مراسمات خاصیه. چه اتفاق خیلی جالب افتاد، یه سفره‌ای اونجا پهن بود که همه مثلا تو هدیه می آوردن میدادن، هدیه‌ای بود برای اونجا، که مثلا خرما آورد، یکی شکلات آورد، یکی یه چیز دیگه ای. بعد چون ما توی دایت بودیم، یعنی اصلا حالت روزه بودیم، مثلا چیزی نمیخوردیم، فقط آب میتونستیم بخوریم. صبحش که بلند شدیم تو صبحانه اینا میخوردیم بعد از اولین مدیسن. من دنبال چیزی میگشتم با چای میخورم، رفتم یه دونه خرما اونو برشم پسر گذاشت، آقا نه وقتی اینا رو بخور. گفتم جدا، ولی من خودم گفت اشکالی نداره. چیزای جالبی توش داشت، مراسمات خیلی جالب بود، ولی من اولین بارم بود. بعد خیلی جالبه، اصلا احساس تنهایی نمیکنی، همه چیز برات عادیه. اصلا میگم وای نکنه من سعی کنم بالا نیارم، اصلا دیگه نه بابا، بغلیم داره قشنگ زور میزنه که بالا بیاریم، این بریم هم داره زور میزنه، چون همه ما خوابیده بودیم. یعنی هر کس میومد اونجا مستقل میشد، دوشک و فلان و همه چیز خوش میورد که ریلکس همینطوری بشینه یا بخوابه، چون حالت نشسته است یا خوابیده است. بعد چراغا خاموش، هیچ نوری نیستش اصلا. خیلی جالب بود. امیدوارم که برای هر کس که اتفاق میفته اول در موردش خوب بدونه برای چی داره میره و به اون سطح افکار رسیده باشه، به اون سطح بینش و آگاهی رسیده باشه که بخواد بدونه برای چی میخواد، بدونه برای یه لول اپ میخواد، برای چی میخواد. این یک تفریح نیست، این یک ارتباط با کل طبیعت، با اتم ها و چرخش تمام هسته‌هایی که تمام الکترونایی که دور هسته‌های اتم هستش و خیلی چیزهای دیگه. امیدوارم که تا حدودی تونسته باشم بهتون نشون بدم که این مراسم آیواسکا، این در واقع این متا چطوریه، و بازم میدونم که نتونستم براتون کامل جا بندازم. تا استفادهش نکنی، اصلا پیشنهاد نمیکنم استفادهش کنید، چون توش یه مواد مخدری هستش. من توی یوتیوب هستم، نمیتونم اینو پیشنهاد کنم بهتون، در صورت فقط تجربه هم بهتون گفتم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید برای دوستاتون. شاد و پیروز باشید. بدرود.